بسم الله، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از مجموعه برنامه دفاع از سنت. بینندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستید، ما در این برنامه در مورد دفاع از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت می‌کنیم و در هفته گذشته در مورد تدوین سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، احادیث پیامبر اکرم در قرن سوم صحبت کردیم و به صورت ویژه در مورد کتاب‌هایی که در اون عصر نوشته شده بودن صحبت کردیم و به شما قول دادیم که امروز در مورد مسند امام احمد صحبت خواهیم کرد. هفته گذشته گفتیم که در هفته آینده ان شاءالله در این مورد صحبت خواهیم کرد و امروز روز وفا به عهد است و ان شاءالله در خدمتتون خواهیم بود در مورد تدوین در قرن سوم و به خصوص مسند امام احمد، زندگانی خود امام احمد. ایشون چه کسی بودند؟ چون امام احمد یکی از مشهورترین علمای اسلام هست و ایشون هم اهل حدیث بودند و هم اهل فقه بودند، یکی از فقها بودند و یکی از محدثین بودند. این در مورد ایشون خیلی اهمیت داره و کتاب حدیث نوشتن. در مورد ایشون انشاءالله صحبت خواهیم کرد و چگونگی جمع‌آوری کردن مسند خودشون. به این خاطر در خدمت جناب دکتر عبدالحمید عالی هستیم. جناب دکتر هم عرض سلام و ادب دارم و خوش آمدگویی میکنم. جناب دکتر خیلی خوش اومدین و در خدمت شما هستیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. سلام. همچنان که فرمودی در رابطه با ما در قرن سوم هستیم و همچنان که از موضوع برنامه مشخص است، ما برنامه ما در رابطه با دفاع از سنت است. بله. دفاع از سنت به این می شود که ما مطالبی قبلا بیان نمودیم جوان تا کی چنین مدهوش و مستی، هزاران توبه کردی و شکستی. نمی آید چرا یک لحظه شرمت ز دادار و ملیک کل هستی، ز دادار و ملیک کل هستی. جوان تا کی فساد و بینمازی، جوان تا کی شراب و لهو و بازی. گمان کردی که با پول و زر و سیم تو از پروردگارت بی نیازی، تو از پروردگارت بی نیازی. جوان تا کی نفس بر آتش و دود، به سوی رب خود برگشت کن زود. امانت از خدا این جسم و جان است، امانت را چرا سازی تو نابود، امانت را چرا سازی تو نابود.
خودت از کار زشتت هم غمینی، به دور از دیده من دم نشینی. خدا پیوست ما را در کمین است، ببیند او تو را او را نبینی، ببیند او تو را او را نبینی. جوان بس کن که دنیا جای ما نیست، متاع و گوهر عمرت جوانیست. برای بخشش و عفو گناهان پشیمانی و اشک دیده کافیست، پشیمانی و اشک دیده کافیست. به محشر چون شوند اسرار ما فاش، ندارد سود ای بیداد و ای کاش. تمام خوب و بدهایی که کردیم به دفتر می کشیدن آن دو نقاش، به دفتر می کشیدن آن دو نقاش. چو مصعب دست و جان در راه دین ده، دو دستت را به رب العالمین ده. نهادی دست خود در دست شیطان، رهایش کن به خیر المرسلین ده، رهایش کن به خیر المرسلین با نماز کمک بخواه. اگر در زندگی مشکل داری با نماز کمک بخواه. اگر در مالت خسارت دیدی با نماز کمک بخواه. و اگر وظیفه خوب نیافتی با نماز کمک بخواه. اگر موفق به ازدواج نشدی، اگر میان تو و همسرت نزاع و کشیدگی ایجاد شده، اگر فرزند نداری با نماز کمک بخواه. اگر مصیبتی بر تو آمده و اگر چیزی را نفهمیدی و درکش برایت مشکل است و اگر سخن را خواستی به یاد بیاوری ولی فراموش کرده ای با نماز کمک بخواه. هرگاه جامعه سالی برای زندگی نیافته ای با وسیله نماز کمک بخواه. هرگاه دلت تنگ شده، هرگاه مردم از تو متنفرند و هرگاه اشک تضرع در چشمانت خشکید و هرگاه مردم اذیتت نمودند با نماز کمک بخواه. خواهرم و ای برادرم، چقدر از این آیه دور شده ایم که الله می فرماید واستعینوا بالصبر والصلاة، با صبر و نماز از الله کمک بخواهید. مشکلات می آید، مصیبت می رسد، همسر می میرد، والدین وفات می کنند، فرزندان از دست می روند، خانواده ها از هم می پاشد، مرد از خانه جدا می شود. در این همه حالات کیست که با سجده به درگاه الله مشکلش را حل کند و این آیه را با ذره ذره وجودش احساس کند که واستعینوا بالصبر والصلاة؟ آیا کسی هست که این ندای حق را با قلبش احساس کند؟ آری، با نماز کمک بخواه. نماز تنها عبادت نیست که فرق میان مسلمانی و کفر باشد. ما فراموش کرده ایم که نماز بزرگتر از این قضیه مسلمان بودن و کافر بودن است. تو مسلمان، ای کسی که نماز میخوانی، آیا تأثیرش را در زندگیت دیده ای؟ آیا لذت و طعم و شیرینیش را چشیده ای؟
با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و با عرض پوزش به خاطر ایراد فنی که پیش اومد، امیدوارم که به بزرگواری خودتون ببخشید. جناب دکتر در خدمت شما هستیم، گفتیم در مورد مسند امام احمد و امام احمد صحبت بکنیم. بله، بسیار جالب است. یعنی ما هم با سلامی دوباره خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی. حقیقتا ما در هفته گذشته مقداری در مورد امام احمد سخن گفتیم، اما دیدیم به جایی نمی رسیم و آن را موکول کردیم به این هفته که ما گفتیم امام احمد اسمش احمد، فرزند محمد، فرزند حنبل، فرزند هلال زهلی شیبانی، اهل خراسان، بعداً بغدادی. و یعنی در اصل خودش عرب هست، اما پدرش یکی از لشکریان اسلام بوده در خراسان و در مرو اونجا بوده و نهایتا اما در بغداد زندگی کرده و بالاخره زندگیش و وفاتش هم همونجا بوده و معروف شده به اسم احمد ابن حنبل، در حالی که حنبل اسم پدر بزرگشه. یعنی در واقع خودش اسمش احمد است، پدرش اسمش محمد است، محمد فرزند حنبل است و عمویش هم اسمش حنبل است. در سال گفتیم 164 متولد شده، یعنی در قرن دوم متولد شده امام احمد و طلب علم کرده از همون ابتدا. البته حدود در سن 15 سالگی شروع کرده به طلب علم، طلب حدیث. یعنی در سال 179 شروع کرده به طلب حدیث و در واقع از علمای بسیار زیادی احادیث را روایت نموده، مانند عفان بن مسلم، وکیع بن جراح که استاد امام شافعی هم بوده و عبدالرزاق بن همام صنعانی و یحیی بن سعید قطان و یزید بن هارون و عبدالرحمن بن مهدی و سفیان بن عیینه و بسیار افراد بسیار زیادی از آنان روایت نموده، به گونه‌ای که اون شیوخی که امام احمد از آنان روایت نموده در کتاب خودش مسند بیشتر از 292 تا شیخ 292 تا شیخ امام احمد در کتابش روایت نموده و علمای بسیار زیادی از او روایت کردند، مانند امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود و دو تا فرزند خودش عبدالله و صالح و امام علی ابن مدینی از او روایت میکند و امام یحیی ابن معین و ابو زرعه و ابو حاتم رازی دوتایشون از او روایت میکنن، این دوتا بزرگوار. و حتی بعضی از شیوخ خودش مانند امام شافعی و ابن مهدی و عبدالرزاق از او روایت میکنند، یعنی از مشایخ خود از او روایت میکنند. علی ابن مدینی از شیخ اوست، از او داره روایت میکنند. حالا باید ببینیم، پس این میرساند مرد بسیار بزرگواری بوده، یعنی مردی بوده که استادانش هم شاگردش هستند. این خیلی عجیبه که استادش شاگردش باشد. و علما در مورد امام احمد مطالب زیادی گفتن. یکی از اساتید امام احمد که امام شافعی است میفرماید، من در کتاب تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی ازش نقل میکند، میفرماید من از بغداد خارج شدم، امام شافعی میفرماید بعد از خودم در بغداد مردی بزرگوارتر و داناتر و فقیهتر و متقیتر از احمد بن حنبل را به جا نگذاشتم. یعنی اون همه علما اونجا بودن ولی احمد بن حنبل از همه بالاتر بود. درست. ابو زرعه رازی باز میفرماید احمد بن حنبل دارای حفظ خیلی زیادی است و اهل فقه است و اهل علم است و چشمان من در دنیا یعنی کسی را مثل احمد در علم و زهد و فقه و
معرفت او و تمام خیر ندیده. یعنی این دو چشم من کسی را ندیده بهتر از او. یعنی در عمر خودش میگوید. و امام ابن حبان در کتاب الثقات خودش میگوید احمد ابن حنبل یک انسان است که حافظه بسیار دقیقی دارد، یعنی حافظه بسیار دقیقی است و انسان اهل ورع و اهل فقیه خیلی یعنی سلامتی است و اهل ورع خفی هم بوده، نه ورع ظاهری، ورع خفی هم داشته. بسیار اهل عبادت بوده به صورت دائمی و میگه در واقع امت محمد را به داد امت محمد رسید صلی الله علیه و سلم. در وقت محنت پایدار ماند. تنها کسی بود، تنها کسی، یعنی در میان تمام علمای اون عصر تنها احمد ابن حنبل بود پایدار بود. بقیه گفتن، یعنی اونا چی گفتن؟ نهایتا گفتن متاسفانه دیگه هیچ عالمی مثل احمد ابن حنبل پایداری نکرد و جان خودش را فدا نمود در برابر این تازیانه هایی که به او می زدند. دیگه تازیانه به قصد مرگ، یعنی او را بردند که دیگه برنگردد و او را اینقدر بزنند. تازیانه می زدند، اینقدر بهش زدن، اما پروردگار او را محفوظ نمود. یعنی طوری نشد، یعنی هرچند فوت نکرد اما دیگه بیهوش شد. چند بار از هوش افتاد زیر ضربات تازیانه متاسفانه خلفای مسلمانان و امرای مسلمانان، به خاطر اینکه عقیده معتزلی را پیدا کرده بودند. یعنی خلفا معتصم، بله دیگه، معتصم بالله، مأمون و قبل از او متوکل، بالاخره مجموعه‌ای بودند از معتزلی ها بر سر حکم آمده بودند و اون معتزلی ها در اصل معتزلی نبودند. اونجا عالمانی بودند متاسفانه اهل انحراف بودند و سبب شدند و ابن ابی دؤاب که یکی از این عالمانی بود که امام علمای سوء بود و امام احمد را زیر این ضربات قرار میداد. خود معتصم بالله میگفت والله من در این مرد بزرگوار هیچ چیزی نمیبینم جز بزرگواری، جز تقوا، کاری به دنیای ما ندارد. ما چرا کار به دین او داشته باشیم؟ ولی با وجود او مجبور شد که او را زیر ضربات قرار بدهد. بله. پس امام احمد در سال 241 هجری فوت می کند در حالی که 77 سال سن داشت. این مواردی بودن، موارد بسیار کوتاهی در مورد امام احمد و مطالبی که کتابش ما اصل کار در این است داریم دفاع از سنت میکنیم، ولی این که امام احمد را معرفی میکنیم و این که مشخص میکنیم امام احمد چه مردی بوده و چه کسی بوده و دارای چه شخصیتی بوده و علمای عصر در مورد او چه گفتند، این مهم است. درست. اسم کتابش، کتابهای زیادی دارد امام احمد. یکی از این کتابها و مهمترین کتابهایش همین مسند هست که با سند متصل با سند خودش از رسول الله روایت می کند این احادیث، که تعدادی از این احادیث بالاخره با 3 نفر به رسول خدا می رسد. در بین احمد ابن حنبل و رسول خدا 3 نفر فقط وجود دارد صلی الله علیه وسلم. و مسند در واقع همچنان که تعداد مساندش چند تا، ما در هفته گذشته بیان کردیم تعداد مسندهای امام احمد که علما میگویند در بین 17 تا 18 16 با هم اختلافاتی دارند. اختلاف در این است که بعضی از اینا را در کناری هم با هم جمع میکنند. مثلا مسند اهل مکه، مسند اهل مدینه، مسند مثلا 10 مبشره، مسند بنی هاشم، مسند مثلا اهل بیت. در زیر اینها هر کدوم چند نفر هستند دیگه. تعداد بسیار زیادی وجود دارد. به همین خاطر علامه محدث محمد بن جابر وادی آشی
که در تونس متولد شده و اقامتش اونجا بوده سال 749 میگوید مساند امام احمد 16 تا هستند، یعنی مسندهایش در همون کتابش. امام ابن حجر میگوید مسند امام احمد 18 تا است، یعنی 18 تا مسند هستند و میگه بعضی مثلا تعدادی را در کنار هم جمع کرده اند به هم برای محدود، یعنی اینکه مثل اینکه هر خانواده ای را در کنار هم جمع میکنن، اهل مکه، اهل مدینه، اهل بنی هاشم. یا مثلا گاهی مثلا ابن عباس چون جزء کسانی بوده، عبدالله ابن عباس هم میتواند جزء مثلا بنی هاشم باشد، از بنی هاشم هست و در میان بنی هاشم. و از اون ورم از اون افرادی مکثرین، یعنی اونایی که امام احمد اینجوری کرده مسندی که مکثرین هستن، یعنی اونایی که روایت های زیادی، احادیث زیادی روایت کردن، با هم در یک لیست آنان را قرار داده. مثلا در نتیجه عبدالله ابن عباس از یک جهت در میان بنی هاشم قرار میگیرد، از یک جهت هم در میان مکثرین. به همین خاطر اختلافاتی در مورد تعداد انجام میگیرد. مثلا در مکثرین قرارش میدهید، تنها خودش میتواند یک مسند باشد. ولی به هر صورت، به این صورت یعنی اختلافاتی در این هست و اما در واقع اختلافی در این نیست که تعداد مساند این که مثلا 16 باشه یا 17 باشه یا 18 باشه هیچ تأثیری تعداد حدیثا نداره. نه، چون هدف این است که خانواده بندی این چیزها چجوری مثلا اینا را دستبندی کرده اند این احادیث را. به همین صورت پس به صورت تفصیلی اگر ما بیان کنیم، آنچنان که امام ابن عساکر بیان میکند 1056 مسند دارد. یعنی چی؟ از 1056 صحابه حدیث روایت نموده. چون ما گفتیم مسند امام احمد بر اساس مسند صحابه است. یعنی مثلا گفتیم اولین مسندش مسند ابوبکر صدیق است، اما ابوبکر صدیق خودش اسم یک مسندی بلاش نگذاشته، گفته مثلا مسند عشره مبشره. نه، اول گفته خلفای اربعه، 4 خلیفه. بعد از 4 خلیفه باقی عشره مبشره که 6 تا هستند، به این صورت دستبندی میکند و بعدا به همین صورت در نتیجه اولین مسند ابوبکر صدیق را بیان میکند، بعدا عمر فاروق، بعدا پس هر کدوم از اینها مسندی دارند، چون هر کدوم تعدادی احادیث دارند. مثلا شما اگر بیایید جمع کنید امام ابوبکر، امام عمر، امام عثمان، ستایشون الان در این مجلد هایی که امروز چاپ شده در یک مجلد، یعنی یک مجلد مخصوص این سه است. اما مسند علی بن ابی طالب تنها خودش یک مجلد است. یعنی در مجلد اول 500 تا حدیث وجود دارد، در مجلد دوم 500 تا حدیث، یعنی 500 تا از امام علی بن ابی طالب وجود دارد. مسند علی در مسند امام احمد 500 تا حدیث است. تمام شیعه را بیار، نصف آن، 1/10 آن حدیث علی بن ابی طالب را ندارند، هیچی ندارند. پس در اینجا مثلا مسند زنان، یکی از زنان وقتی اهل بیت که بیان میکند، مثلا حتی امام فاطمه را در میان اهل بیت نگذاشته، مثلا حسن و حسین و اونا را در کنار هم قرار داده. علی مثلا علی حتی در میان اهل بیت نگذاشته، مثلا امام احمد اون در میان خلفای اربعه گذاشته و فاطمه را در میان زنان گذاشته. مثلا مسند زنان، مثلا فاطمه، احادیثی که مثلا در مسند از فاطمه مثلا روایت شده اونا را مثلا آورده. در نتیجه اگر شما بیایید احادیثی که از فاطمه نقل شده در مسند بیایید آن را مقایسه کنی با تمام کتب شیعه، وجود ندارد، یعنی اصلا مسندی از روایتی از فاطمه ندارد به صورت مسند و سند متصل و صحیح وجود ندارد. در نتیجه امام احمد بن حنبل به این صورت، یعنی این مسند را از 1056 تا مسند را دارد. حالا تعداد احادیث مسند چند است؟ این هم خیلی مهم است که متوجه بشیم خیلی خوب این مسند امام احمد چند تا حدیث در آن وجود دارد. اهل علم میگویند 30,000 حدیث در آن وجود دارد بدون تکرار، بدون تکرار، بدون احادیث تکراری 30,000 حدیث و با تکراری ها 40,000 حدیث. درست. همچنان که مشتمل هست بر
یعنی 300 حدیث از آنها با 3 تا سلسله سند به رسول الله میرسند. درست. 300 حدیث از این احادیث به آنها گفته می شود ثلاثیه الاسانید یا اسناد. درست. ثلاثی یعنی احادیث ثلاثی فقط 3 تا با 3 نفر. امام احمد از شیخ خودش، اونم از شیخ، اونم از صحابی و اونم به رسول خدا میرسد. با 3 نفر به رسول خدا میرسد. 300 تا حدیثش. حالا شما نگاه کن، پس ما باید این گونه نگاه کنیم که چجوری از احادیث دفاع می شود، یعنی با 3 تا سند به رسول خدا می رسد. پس مثلا وقتی که مثلا حدیثی که مثلا از علی بن مدینی روایت می کند، از شیخ اونم روایت می کند، شیخ اونم از صحابه روایت می کند، تمام، اونم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پس دیگه کسانی مثلا فکر میکنن میگن آقا قرن سوم یعنی چی؟ امام احمد از کجا کی متولد شده؟ ما گفتیم سال 164، یعنی تقریبا کمی یعنی در وسط قرن دوم متولد شده و در سال یعنی در سال یعنی 15 سال بعدش دیگه شروع میکند به طلب حدیث، به طلب حدیث، علم یعنی به علم حدیث میخوند. و بعدا حافظ ابو موسی مدینی میگوید تعداد احادیث مسند، میگه من همیشه از مردم میشنیدم که بله احادیث مسند 40,000 حدیث است، تا اینکه خودم مسند را خوندم بر ابو منصور بن زریق قزاز در بغداد. یعنی آمدم پیش شیخ ابو منصور قزاز، مسند را آغاز نمودم و آن را خوندم یکی به یکی و بر او خواندم که میگوید ابو بکر خطیب میگوید ابن منادی برای ما گفت کسی نبود لم یکن احد فی الدنیا اروى عن ابیه منه، یعنی عبدالله. میگه در دنیا هیچ کسی نیست که حدیث مسند را یا احادیث را از پدرش به اندازه عبدالله فرزند امام احمد از پدرش روایت کرده باشد. یعنی هیچ کسی نبوده، هیچ کسی دیگری به اندازه عبدالله نبوده. پس عبدالله فرزند امام احمد اولین شاگرد و مهمترین شاگرد خود امام احمد بوده که مستقیما احادیث را از امام احمد دریافت نموده. پس میگه حدیث را از پدرش دریافت میکند در حالی که 30,000 حدیث بوده. و تفسیر را از او دریافت میکند، احادیثی در مورد تفسیر که 120,000 حدیث بوده. ماشاءالله 120,000 حدیث در تفسیر. حالا امام ابو موسی مدینی میگه من نمیدونم آیا منظور ابن المنادی این بوده بدون تکرارها یا با تکراریها اینجوری بوده. میگه دوتایش ممکنه، بعید نیست و هر دوتا احتمال دارد که اینجوری باشه. 30,000 حدیث یعنی در آن وجود دارد. این که الان که مثلا تقسیم، یعنی وقتی که عدد اومدن شمارشش کردن در اینجا حدود 27,600 خودی، چون این در شمارش و شماره گذاری احادیث اختلافایی وجود دارد. یعنی الان مثلا علما در اون عصر تحویل سند که میشه شاید بعد یعنی 2 تا حدیث حساب کنن بعد به یک حدیث مثلا، چون گاهی حدیثی از چند طریق میآید مثلا با یکی حساب میکنن، همون مکرر و اینا که وجود داره تکراری هایش. ما گفتیم مثلا الان صحیح بخاری بدون تکرار 4,000 است، با تکراری ها 6,000 حدیث است. امام مسلم با مکررها 12,000 حدیث است، 12، ولی بدون تکرار 4,000 حدیث است. اینجوری یعنی اگر تکراری هاشون از سندهای زیادی برای ذکر میکند، وجوه مختلفی، مثلا یک حدیث را از چند طریق آن را شنیده، همه را می آورد. در نتیجه یعنی وقتی که شما میگونید 4,000 حدیث اصل دارید، این 4,000 حدیث شده 12,000. یعنی چی؟ یعنی اینا همدیگر را تقویت میکنن. یکی از یک نفر نشده، این چندین جهت آن را شنیده که نگاه میکنی احادیث، پس با این کار خودش رو بیشتر تقویت میکنند.
یعنی به صورت متوسط هر حدیث 3 تا سند داشته. بله، اگر ما به صورت میانگین را در نظر بگیریم حداقل هر حدیث 3 تا دارد. حالا گاهی پیش میاد حدیثی فقط از یک طریق روایت شده و حدیثی از 10 طریق روایت شده. اینجوری. بله. ولی اگر ما میانگین را در نظر بگیریم اینجوری میشه. بله. در کتاب صحیح مسلم. صحیح مسلم و صحیح بخاری هم همچنین وجوه مختلفی دارد، احادیثی هست از چندین وجوه، حدیثی هم هست فقط یک طریق از یک طریق آمده. جناب دکتر یک میان برنامه می‌بینیم خدمت بینندگان و خدمت شما هم برمیگردیم و ادامه مبحث رو با شما خواهیم بود. بینندگان عزیز یک میان برنامه ببینیم و در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید پس از دیدن این میان برنامه. محمدا وكتبت عنه ففرح الرسول به فخلع الرسول رداءه وثوبه وأعطاه معاوية هدية له. ليس بالإسلام ملكا أعدل في أمة محمد كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. أمير المؤمنين فدتك نفسي وخال المؤمنين لك السلام. صحبت محمدا وكتبت عنه وأنت بكل مكرمة إمام. أمير المؤمنين فدتك نفسي وخال المؤمنين لك السلام. صحبت محمدا وكتبت عنه وأنت بكل مكرمة إمام. وأنت الشهم يا عطر السجايا ويا عقلا به وزن الأنام. وأنت الشهم يا عطر السجايا ويا عقلا به وزن الأنام. إليك تحية وإليك قلبا وفيا لا يترجمه الكلام. أمير المؤمنين أمير المؤمنين وخال المؤمنين لك السلام. تلظى شانئوك بنار حقد ويوشك أن يكون لها ضرام. وراموا الزور في قول وبهت وعن فضل الصحابة قد تعاموا. تلظى شانئوك بنار حقد ويوشك أن يكون لها ضرام. وراموا الزور في قول وبهت وعن فضل الصحابة قد تعاموا. لقد كثر الطغام بكل أرض وهل يؤذي إذا كثر الطغام. لقد كثر الطغام بكل أرض وهل يؤذي إذا كثر الطغام. فنور الحق ما غطاه يوما عن الإشراق إن جاء الظلام. فنور الحق ما غطاه يوما عن الإشراق إن جاء الظلام. أمير المؤمنين أمير المؤمنين وخال المؤمنين لك السلام. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. جناب دکتر
همونطور که فرمودین در مورد احادیث مسند امام احمد صحبت میکنیم. فرمودید که 30,000 حدیث داره بدون تکرار تقریبا و با تکرارش میشه 40,000 حدیث. خب آیا این احادیث، حالا سوالی پیش میاد، آیا این حدیث همه مستقیم از یعنی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وصل میشه به همونطور که بهش میگن حدیث مرفوع، یا اینکه مثل صحیح بخاری، مثل مسند، مثل موطأ امام مالک اقوال تابعین و صحابه در اون هم هست؟ و بعد آیا میشه گفت اینا رو دسته‌بندی کرد در دسته‌بندی هایی که مشخص بشه این حدیث چگونه هستن بجز این مسانیدی که وجود داشتن؟ بله. با سلامی دوباره خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی. بله، همچنان که بیان کردیم این احادیث یعنی بله هم شامل احادیث مرفوع می شود که این دیگه بیشتری احادیث همون است. بله. یعنی مرفوع است، یعنی احادیثی است که کاملا با سند متصل به رسول الله می رسد صلی الله علیه و سلم. یعنی بهش میگن حدیث مرفوع. بله، مرفوع به این دلیل بهش میگوین مرفوع، یعنی این حدیث نسبتش به رسول الله رسیده و انگار وقتی که نسبتش به او باشه دیگه بلند است. بله. انگار جایگاه بلند و رفیعی دارد چون نسبتش به رسول الله رسیده و همین خاطر میگن مرفوع الی النبی و رسیده به او و با توجه به رسیدنش به او جایگاه رفیعی پیدا کرده. این اکثریت احادیث، بیشتر احادیثش همین است. و احادیث کمی هم مرسل در آن وجود دارد که مرسل هم باز جزء مرفوع هست. بله. اون هم چون میگه مرفوع، این حدیث مرسل این است که یک تابعی یا یک صحابی، مثلا یک تابعی بگوید رسول الله اینو فرمود، حسن بصری بگوید رسول الله اینو فرمود، سعید بن مسیب بگوید رسول الله اینو فرمود. چون حدیث نسبت داده شده به رسول خدا باز مرفوع است. اما در اینجا سعید بن مسیب رسول الله را ندیده، حسن بصری رسول الله را ندیده. در اینجا احتمالاً یک صحابه در اینجا افتاده. اگر صحابه افتاده باشه دیگه هیچ اشکالی نداره. صحابه همه معتمدن. یا یک صحابی که خودش حدیث را از رسول الله نشنیده میگه رسول الله فرموده، چون اصحابی دیگری شنیده. این هم گفته می شود مرسل صحابی، که مرسل صحابی تمام علما گفتن مقبول است. و مرسل تابعین هم جمهور علما میگویند باز مقبول است. ولی امام شافعی گفته نه، اگر مانند سعید بن مسیب باشد که هم علومش از صحابه گرفته، بله دیگه قبول است. مثل حدیث مرفوع، حکم مرفوع دارد. اما اگر تابعی سنش کمتر باشد و احادیث بیشتری از مثلا تعداد احادیث هم از تابعین هم گرفته باشد، دیگه نه، ما اون حدیث را تا مطمئن نشیم اون کسی که ذکر نشده اون حدیث حکم حدیث ضعیف دارد. بله. و تعداد بسیار زیاد کمی هم حدیث موقوف در آن هست، یعنی قول صحابه. موقوف یعنی چی؟ یعنی بر صحابه دیگه توقف کرده تا اونجا رسیده. سند متوقف هست بر صحابه. صحابه نمیگه پیامبر اینو فرمود. بله نمیگن این قول مثلا ابن عباس اینجوری گفت، عایشه اینجوری فرمود مثلا. درست. و مقطوع هم دارد ولی خیلی کم، یعنی قول تابعین. مثلا یه حسن بصری اینو گفت، مثلا سعید بن مسیب اینو گفت مثلا. درست. این قول تابعین است. یا محمد بن سیرین اینو فرمود. به همین خاطر امام ابن حجر یک بابی را یعنی در اطراف مسند یعنی سعی کرده که برای مسند اطراف یعنی کتاب‌هایی هستند به اسم اطراف. این کتاب‌های اطراف آمده اند تمام احادیث را به نحوی فهرست گذاری کردن بر اساس اول حدیث. قسمت اول حدیث. مثلا اون حدیث هایی که اولش مثلا احادیث موقوف، احادیث مرفوع، احادیث مقطوع، قسمتی از اون را می آورد و بقیه دیگه خودت مثلا پیداش کن. اولش رو که پیدا کردی بقیه‌اش رو میتونی پیدا کنی مثلا ابتدای آن. مثل یک فهرست گذاری اما با توجه به قسمی از حدیث. یک جمله از حدیث. امام ابن حجر در میان این اطراف که برای مسند گذاشته نگاه میکنی یک قسم را مثلا اختصاص داده فصل فی الموقوفات، یعنی احادیث موقوف.
پس در نتیجه در مسند امام احمد این چیزا هم موقوف هم هست ولی خیلی کم. اما نکته دیگری که این احادیث هایی که در آن وجود دارد به نحو دیگری شیخ احمد بن عبدالرحمن البنا که مشهور است به عبدالرحمن ساعاتی، احمد بن عبدالرحمن ساعاتی، که یک اومده مسند امام احمد را، یعنی یکی از مهمترین کسانی که بزرگترین خدمت به کتاب مسند کرده است، این است. این شخص بزرگوار است که در قرن در واقع 14 بوده. بله. این شخص بزرگوار آمده که الان ما در قرن 15 هستیم. ما در قرن 15 هستیم، اون در قرن 14 زیسته، یعنی در اواخر قرن 13 و اواسط قرن 14 زیسته. این کتاب را تقسیم بندی کرده با تقسیمات بسیار، با شش قسم آن را تقسیم نموده. مثلا یک قسمی که عبدالله فرزند امام احمد، یعنی هم عبدالرحمن هم عبدالله بن امام احمد، آن را روایت میکنه، یعنی عبدالله بن فرزند امام احمد آن را کنیش ابو عبدالرحمن است. ابو عبدالرحمن که اسمش عبدالله است و فرزند امام احمد است، این حدیث را به صورت مستقیم از پدرش شنیده، از امام احمد، و به آن گفته می شود مسند امام احمد. و این قسمت بسیار زیاد مسند امام احمد این احادیثی است که عبدالله مستقیما از پدرش شنیده و آن را روایت می کند. قسمت بسیار زیادی که او میگوید بیشتر از 3/4 کتاب. درست، یعنی اگر کتاب 40,000 حدیث بوده 30,000ش از امام احمد مستقیم روایت کرده، حتی بیشتر از اینم. بله. و قسم دیگر از احادیثی است که عبدالله از پدرش شنیده و از غیر پدرش هم، یعنی این حدیث تنها از پدرش نشنیده، هم از پدرش شنیده، هم از شیخ دیگری. درست. و این هم در مسند امام احمد اینا کمند. و قسم دیگری امام یعنی عبدالله از غیر پدرش آن را روایت می کند ولی در مسند گذاشته. درست. یعنی احادیث دیگری را شنیده از غیر پدرش، اما این دیگه گفته می شود زوائد عبدالله. درست. یعنی عبدالله احادیث دیگری را به مسند اضافه نموده، اما این هم تعدادش کم است. درست. دارد که امام، یعنی که عبدالله فرزند امام احمد آن را بر پدرش میخواند، یعنی اون خودش میخواند و پدر آن را میشنود. نه این که پدر برای او بخواند و عبدالله از پدرش بشنود. یعنی پدرش از او میشنود و آن را تایید میکند. اونم را در آن گذاشته که این هم میگه تعدادش کم است. این هم و قسم دیگری که امام احمد نه بر پدرش خوانده و نه از پدرش شنیده. عبدالله. بله، عبدالله از امام احمد نشنیده و از او هم بر او هم نخوانده، بلکه آن را در نوشته های پدرش یافته که با خط خودش امام احمد آن را نوشته و در نوشته هایش آن را یافته و آن را در مسند گذاشته که این هم تعداد در واقع کمی است. یعنی این نوع هم خیلی کم است. درست، یعنی امام احمد خودش نوشته احادیث رو ولی به هر صورتی بوده برای پسرش نخونده حدیث رو. بله، یعنی این احادیث وجود دارد که در مسند امام احمد گذاشته بله ثبت شده و در واقع احادیثی بوده که به خط خود امام احمد نوشته شده. بله. و الان در مسند وجود دارد. اما خود عبدالله آن را از امام احمد نشنیده و خودش هم بر امام احمد نخوانده، اما با خط خود او که مطمئن بوده این خط خودش است نوشته شده و حدیث را در آن گذاشته. درست. پس در هر صورت مسند امام احمد است. درسته. این هم یکی از مصادر تلقی دیگه، وجاده بهش میگن. یکی از مصادر تلقی وجاده است. بله، شما با خط او آن را دریافت میکنید و میخوانید. الان ما چیکار میکنیم؟
ما الان احادیث داریم ما وجاده است دیگه. ما احادیثی که الان ما از آنها استفاده میکنیم همه وجاده هستند. یعنی ما اینها را یافته ایم، کتاب‌های نوشته شده اند و ما آن را یافته ایم و داریم روایت میکنیم، برای دیگران میخونیم. مثلا مگر کسی که حدیث را با سند، دوباره این احادیث را از همین امروز هم با سند از شیخی شنیده باشد و اون شیخ هم از شیخ خودش تا رسیده به امام بخاری یا امام مسلم یا امام ابو داود و ترمذی و اونم را متصل کند به سند اونها. این هم میشه که در این عصر هم وجود داره. اما دیگه خیلی نیاز نیست به این کار. خیلی ها مثلا میآیند در ابتدای صحیح بخاری حدیثی را میخونن برای شخصی که میگه من با سند حدیث را دریافت کردم و در آخرش هم یک حدیث را میخونن، در وسطش هم یک حدیث. بعدا میگه آقا من دیگه اجازه میدهم که شما این حدیث را، این کتاب بخاری را با سندی که من دارم شما هم روایت کنی. ولی این دیگه هیچ نیازی نیست و اصلا جالبم نیست. معقول نیست اینجوری. یعنی اگر انسان حدیث را یکی پس از دیگری از شیخ نشنود و اون شیخ هم یکی پس از دیگری کل احادیث را از شیخ خود نشنیده باشد، این نوع اجازه های جالبی نیستند و من نمیپسندم در واقع و قابل پذیرش نیست و نیازی هم نیست. حدیث که الان روایت شده و صحیح هم است، دیگه نیازی به حافظ ضعیف های مثل ما دیگه نیست توی این سند بیاییم وارد بشیم. درست واقعا که مثلا بگی آقا منم با سند و نیازی نیست. الان دیگه ما به صورت تواتر این کتاب ها به امت اسلامی رسیدند، یعنی نسل به نسل به دست ما رسیده. مسند امام احمد، مسند صحیح امام بخاری، صحیح امام مسلم و همه اینها در کتابخانه هایی که به صورت در موزه ها و در کتابخانه های قدیمی که کتاب های خطی در آنها حفظ می شود، در مصر، در دمشق، در ترکیه که خیلی زیاد و فراوان است، در بسیاری از کتابخانه های عظیم و بزرگ که مخطوطات و کتاب های خطی وجود دارد، در مغرب، در مناطق قسمت مراکش و اینها که خیلی زیاد از اونا داریم، در تونس، همه اینا کتاب هایی هستند که الان وجود دارد و ما به صورت قطع میدانیم که این همون کتاب است که امام بخاری نوشته و آن را به دست ما رسیده نسل به نسل. پس تمام این مطالب دیگر، یکی دیگر از احادیث دیگری هست که میگویند از زوائد قطعی است. قطعی یعنی یکی دیگر از راویان مسند امام احمد است، یکی دیگر از راویان مسند امام احمد است که تعدادی دیگر احادیث که از امام شنیده به آن اضافه نموده، یا از احادیث دیگری که از شیوخ دیگری شنیده به آن اضافه کرده، ولی عدد بسیار کمی است اینها. درست. حالا مطلب این است که آیا احادیث مسند یعنی درجه این کتاب در چه حدی است؟ درسته. دوست داشتم این سوال بپرسم، آیا صحیح هستن در حد صحیح بخاری و مسلم و موطئ امام مالک؟ بله. یا درجهش پایین‌تره؟ بله. حدیث ضعیف داره نداره؟ درسته. این مطلب بسیار قشنگ و زیبایی است که آیا مسند امام احمد همش صحیح است یا احادیث ضعیف هم توش هست؟ شکی در آن نیست هست. یعنی حدیث ضعیف داره؟ حتما احادیث ضعیف، ولی شما میان در میان 40,000 حدیث اگر مثلا 50 تا حدیث هم در آن باشد ضعیف است، چیزی نیست. درست. یعنی کمتر از 1% میشه. نسبت به تعداد این احادیث هیچی نیست. یعنی اصلا قابل شما بگو 40,000 حدیث، در 40,000 حدیث 40 تا حدیث ضعیف وجود داره، در هر 1000 حدیث یک حدیث هست. 1000 یعنی میشه ضعیف. درسته. نه یک، یعنی تمام کس Mm-hmm.